أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گرامتیک زبان عرب، از علم نحو، از کتاب الآجرومیه 13 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 14 را از این کتاب الآجرومیه به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید باب الاستثناء، یعنی باب در مسئله استثناء صحبت میکند. باب در مسئله استثناء گفتگو میکند. پس استثناء چی است؟ پیش از اون که استثناء را بیان بکنم، اولا میخواهم درسای گذشته را در یادتان بیارید که ما و شما گفتیم اسم در 14 جا منصوب میشود. اون 14 جا را ما و شما 6 تاش را خواندیم. یکم گفتیم مفعول بهی، دوم مفعول مطلق یا گفتیم مصدرش میگویند، و سوم مفعول فیه که دو تقسیم میشود، یا ظرف زمانش میگویند، و چهارم ظرف مکان، و پنجم حال، و ششم تمیز. این 6 تا را با تفصیل ما و شما خواندیم. اکنون امروز هفتم جای را میگیریم که اسم منصوب میباشد. اون چی است؟ اون مستثنا است. اکنون مستثنا چی؟ بیا یک مثال بیاریم تا اینکه معنای مستثنا برای ما و شما آشکار شود. مثلا یک کس میگوید حضر الطلاب. ببینید حضر الطلاب الا زیدن، یعنی حضر الطلاب الا زیدن. پس دقت بتید، الا این بینده می آید، این رو میگویند ادات استثناء. الا زیدن، حضر الطلاب الا زیدن، معنایش که آمدن شاگردها همه اشان مگر اینکه زید. شاگردها آمدند اما زید نیامد. انا همین زید را مستثنا میگویند در زبان عربی. ببین، حضر فعل ماضی، طلاب فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، الا ادات استثناء. زیدن چرا منصوب شد؟ به خاطر آنه که زیدن مستثنا هست. زیدن چی است؟ زیدن مستثنا هست. دقت دادید؟ از این حساب منصوب شد. پس حضر الطلاب الا زیدن، آمدن شاگردان مگر اینکه زید، یعنی زید نیامد. یا الا با اخوات دارد، خواهرها دارد، حکمشون هم دیگر می شود به مثل خلا. دقت بتید، خلا، حضر الطلاب خلا زیدن یا زیدین، هر دوش جایز است. بعد خلا می شود مجرور بخوانیم زیدین بگیم، می شود زیدن بگیم. حالا در کتاب بیانش بکنیم. حالا خلاصش دقت دادید؟ ترجمهش همون ترجمه است. آمدن شاگردها خلا زیدین مگر اینکه زید نیامد. یا باز ادات استثناء دیگر است. ادات استثناء با حکم‌های خاص خود را دارد. اون چی است؟ غیرو است. غیره
حضر الطلاب غیر زید. اکنون بعد غیره چی خونده میشه دست؟ کسره، مجرور. غیر زیدین. دقت دادید؟ انا همین اداتی که اینجا آمدگی هست، انا همین ها را چی میگوین؟ ادوات استثناء. بعد اینها کلمه ای که می آید اونها مستثنا نام دارند. پس ما در اینجا در مسئله الا و غیر با اخواتش و خلا را با اخواتش در این درس صحبت میکنیم. دقت بتید صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که باب الاستثنائی، یعنی باب در مسئله مستثنا صحبت میکنه. گفتم این نامش چی است؟ مستثنا است. حضر الطلاب، طلاب فاعل است، مرفوع است. زیدن برای چی منصوب است؟ الا زیدن، به خاطر اینکه زیدن مستثنا هست. مستثنا منصوب می شود و هفتمین جایی که اسم منصوب می شود این چی است؟ مستثنا است. خوب دقت بتید صاحب کتاب میگوید و حروف الاستثناء ثمانیه، یعنی حرف های استثناء همگی 8 دانه است. میگه در اینجا میگه حرف های استثناء. اما این مسئله را شما دقت بتید، در جای حروف شما میتونید ترجمه در بگید کلمات استثناء 8 دانه هستند. چرا؟ زیرا اینکه الا و غیر و خلا همه اینها حرف نیست. از این حساب ما نمیتونیم بگیم که حروف استثناء. دقت دادید؟ بگید کلماتی. حروف به معنای کلمات، یعنی کلمات استثناء 8 دانه هستند. یا بگویید که حروف به معنای ادوات است، یعنی ادوات استثناء 8 دانه هستند. ادوات استثناء چند دانه است؟ 8 دانه. و هی اکنون بیان میکند، بگوید همون 8 دانه یکمش الا هست، ام الباب است، این یعنی اساسیش الا هست. دقت دادید؟ الا. و الا بعدش وابسته به کلمه ما قبلش 3 حکم دارد. 3 حکم حالا بیان خواهیم کرد. یکمش الا است و الا به اتفاق نحوی ها حرف است. ما گفتیم کلمه به 3 قسم تقسیم میشه، اسم و فعل حرف. این الا به اتفاق نحوی ها حرف است. این یکم. و بعد از این و غیر و سوا و سوا و سوا، این 4 کلمه دیگر، این 4 کلمه دیگر به اتفاق نحوی ها اسم هست. این 4 تا اسم است. بعد از این و خلا و عدا و حاشا، این 3 تا دیگر در مسئلهش اختلاف است که آیا این اسم است، معذرت میخوام، آیا این حرف است یا فعل است. هر کسی که میگه خلا عدا حاشا این 3 تا باقی مونده اخیر حرف است، کسی بگه حرف است مجرور میخونه، برای حرف جر میشه به مثل مین، به مثل فی. حرف جر دلالت به استثناء میکند، میگه بچه مجرور میخوند. خلا زیدین. هر کسی که میگوید خلا فعل است بچه منصوب میخوند، خلا زیدن، یعنی منصوب به خاطر آنه که مفعول به خلا هست و فاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره هو. دقت دادید؟ از این حساب بعد خلا 2 حکم جایز است. اگر مجرور بخونی خلا را اسم، خلا را حرف گفتی، حرف جر. اگر منصوب بخونی خلا را فعل ماضی گفتی. دقت دادید؟ اکنون میگذاریم به تفصیلات اون چیزی که حالا گفتیم و نگفته نماند که و حروف الاستثناء ثمانیه را اکنون فهمیدید که این اسم بوده است، درباره این اختلاف بوده است، درباره یعنی الا اسم بوده است، معذرت میخوام، الا به اتفاق نحوی ها حرف بوده است، خلا اختلاف بوده است درباره حرف بودن یا که درباره فعل بودنش، غیرو به اتفاق نحوی ها چه بوده است؟ اسم. اکنون نمیتونیم بگیم حروف الاستثناء، زیرا که اینا حرف نیستن. اینها بعضیش حرف است، بعضیش اسم است، بعضیش چی است؟ فعل است، با اختلافاتشون. اکنون میگذاریم به تفصیلات آن چیزی که حالا گفتیم. دقت بتید. میگوید که الا در جمله بدراید وابسته به جمله، الا در جمله وقتی که میدراید وابسته به جمله 3 حالت دارد. 3 حالت. حالتاش دقت بتید. پس می نویسیم حالتاش. حالت یکم،
حالت دوم، حالت سیوم. سه حالت دارد و این حالت ها را نام هاشون چی است؟ حالت یکم، اگر جمله که پیش از الا می آید، پیش از ادات الا اگر تام باشد، دقت بتید، تامن و موجبن، موجبن، تام موجب باشد، این یکم حکم. دوم، اگر که پیش از الا منفی، منفیان، منفیان تامن، منفی تام باشد، این دویم حالتش. حالت سیمش اگر چی باشد؟ ناقصا، اگر که ناقص باشد، ناقص یا چی باشد؟ یا نام دیگر دارد، ناقصش میگویند، یا نام دیگر دارد، نامش مفرغ هست، مفرغن، یا چی باشد؟ یا مفرغ باشد. دقت دادید؟ پس این کلمه های است، جمله های است که پیش از ادات استثنایی الا می شود. دقت بتید. پس اینها در این صورت اگر که کلام تام موجب باشد، در این صورت نصب خواندن واجب است. حکم اعرابش چی است؟ نصب. در این صورت تام موجب نصب. منفی تام باشد دو وجه خواندن جایز است، یکمش میگن بدل و دویمش میگن چی؟ نصب. نصب. و اگر که ناقص باشد یا استثنای مفرغ باشد، در این صورت میگیم حسب العوامل یا حسب العامل، حسب عوامل بشود. یعنی عامل چیزی را طلب میکند، انا همون اعراب براش میتیم. اکنون یک تا مثال میاریم، دقت بتید. کلام اگر تاماً موجبن باشد، گفتیم نصب خوندنش واجب است. مانندی چی؟ مانندی جاء الطلاب، جاء الطلاب الا زیدن، الا زیدن، یعنی آمدن شاگردها غیر زید. دقت دادید؟ اینجا کلام تام است. تام معنیش چی؟ یعنی پره، فعل ماضی لازم، طلاب فاعلش و این مفعول به نمیخواهد، فعل و فاعل کلمه تام شد، یعنی پره شد. تامن، پس معنیش که جمله پره باشد، یعنی فعل فاعلش را گرفته باشد. اگر فعل متعدی باشد مفعول بهش را گرفته باشد. دقت دادید؟ فاعلش را مفعول بهش را گرفته باشد، پره شده باشد. موجبن چی است؟ موجبن یعنی پیش از این نفی نیست، یعنی ما، لا، نفی و شبه نفی و مثل استفهام و مثل نهی، این چیزها وجود ندارد، موجب است. دقت دادید؟ پس در همین صورت زید رو منصوب خواندن واجب است، باید منصوب بخونیم و همین یک منصوب می شود و بس. پس میگیم جاء الطلاب الا زیدن، همین یک اعراب دارد، زیدن، خلاص. دقت دادید؟ اینجا هم به مثل همین است، حضر الطلاب الا زیدن. حضر الطلاب جمله تام است و موجب است، زیدن مستثنا را باید ما منصوب بخونیم. خب این یکم حالتی تام موجب بود. میگذاریم به دویم حالت، منفی ان تام. من منفی تام باشد چی؟ همین مثال منفی میکنیم. دقت بتید. مثلا میگویم که ما جاء الطلاب، ما جاء الطلاب
الا ببینید الا زید رو دو بار می نویسیم به خاطر چی؟ به خاطر حالتاش بیان بکنیم. دقت بتید اکنون میگوید که ما جاء الطلاب الا، ما جاء جمله تا اینجا را دقت بتید. ما جاء الطلاب یعنی که جمله منفی است. منفی یعنی در مقابلش نفی آمدگی است، یعنی که نیامد. ما جاء الطلاب نیامدن شاگردان. ما جاء الطلاب یعنی نیامدن شاگردان. دقت دادید؟ این را نفی است. یا استفهام باشد یا شبه نفیش میگن. شبه نفی مثلا استفهام شبه نفی هم باشد، در این صورت چی میشود؟ در این صورت ما دو اعراب خوانده میتونیم، دو حق داریم، یا بدلش میگیم یا نصبش میگیم. اگر بدلش بخونیم طلابو را نگاه میکنیم آخرش چی است؟ آخرش مرفوع است. چرا مرفوع است؟ زیرا که فاعل جاء است. جاء فعل ماضی، طلابو فاعل مرفوع علامت رفعی الضمه الظاهره. پس زیدون رو بدل از طلاب میگیریم، بدل مرفوع میشود. پس چی میگیم؟ ما جاء طلاب الا زیدون میگیم، الا زیدن نمیگیم دیگه، زیرا که زید رو بدل از طلاب گرفتیم. این بدل رو بدل جزء من کلش میگن. ما و شما در قسم های بدل خوندیم که بدل 3 تقسیم میشود. پس از اون قسم های بدل 4 تقسیم میشد بدل. پس از اون قسم های بدل زیدون بدل بعض من کل است. بدل چی است؟ بعض من کل یا جزء من کل. دقت دادید؟ بدل بعض من کل یا جزء من کل است. در این صورت ما زید رو بدل از طلاب گرفتیم. اما این بدل شده کنون یک اعرابش، و اعراب دیمش نصب هم خوندش میتونیم اگر کلام منفی تام باشد. پس نصبش میخونیم میگیم ما جاء طلاب الا زیدن. زیدن منصوبش میخونیم. در این صورت زیدن به مثل این مستثنا شد. منصوب علل استثناش میگن. برای چی منصوبش خواندیم؟ برای که مستثنا است. دقت دادید؟ پس این طور است. اگر جمله منفی تام باشد دو اعراب در ما حق داره. مثلا میتونیم بگیم که ما جاء الطلاب الا زیدون بدل شد، ما جاء الطلاب الا زیدن. در این صورت زیدن مستثنا منصوب شد علل استثنایی، به خاطر مستثنا بودن منصوب شد. دقت دادید؟ خب این دویم حالت الا بود. سوم حالت الا، سوم حالتش اگر کلام ناقص باشد یا مستثنای مفرغش میگن، مستثنای مفرغ باشد، در این صورت حسب عوامل ما اعرابش میکنیم. مانند چی؟ مانند دقت بتید. مثلا یک کس میگوید، همین مثال باز میاریم، ما جاء الا زید. دقت بتید، ما جاء الا زیدون. در اینجا جمله ما قبلی الا ادات استثنایی ما ناقص است. ناقص یعنی چی؟ یعنی که فعل فاعلش رو نگرفته است یا مفرغش میگن. پس ما نافیه جاء فعل ماضی فاعلش در کجا است؟ فاعلش این زیدون است. فاعلش چی بوده است؟ زیدون. پس الا زیدون رو مرفوع میخونیم. یک کس بگه برای چی مرفوع خوندیم؟ میگیم که به خاطر اینکه اینجا در استثنای ما استثنای ناقص است. جاء فاعل طلب میکند، فاعلش زیدون هست. در اینجا جاء طلاب فاعلش هست، جاء طلاب فاعلش هست، اما در اینجا فاعلش کجا است؟ فاعلش نیست. از این حساب این را میگن که چی؟ ناقص یا میگن مفرغ. پس در اینجا زیدون فاعل جاء شد. پس این الا را نامش دیگر میشود که میگیم حرف استثناء ملغاتن. ملغاتن که بسته شده است، عمل نمیکند. ملغات است یعنی که بستگی هستن. این دیگه عمل ندارد. در اینجا در این یکمش عمل دارد، در دویمش عمل دارد، در سوم چی عمل نداره. برای خودت چی میگن؟ ملغات یعنی بستگی، حرف ایکار برآمدگی است. دقت دادید؟ پس این هست بعد الا. اکنون میخونیم
صاحب کتاب درباره الا چی میگوید؟ میگه فالمستثنا بالا، میگه مستثنا با الا یکم حالت بیان میکند. میگه که یونسب اذا کان کلام تاما موجبا، منصوب میکند، نصب میکند اگر کلام تام موجب باشد. اگر کلام تام موجب باشد چیکار میکند؟ نصب میکند، منصوب میکند. مانند چی؟ قام القوم الا زیدن، جاء الطلاب الا زیدن و مثل این. پس میگوید که قام فعل ماضی مبنی علی الفتح، القوم فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، الا اداه استثناء، زیدن منصوب علی الاستثناء. پس چی میگوید؟ منصوب علی الاستثناء. دقت دادید؟ برای چی؟ به خاطر اینکه کلام تام موجب است، ما قبلش نفی نیست. کلام چی است؟ تام موجب. بعد از این باید مثال دیگر میارد، میگه و خرج الناس الا عمرا، یعنی بر آمدن مردم مگر اینکه عمر نبرآمد. پس در این جمع همچنین میگوید، همچنین کلام تام موجب است. میگوید خرج فعل ماضی مبنی علی الفتح، الناس فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، الا اداه استثناء، امرا مستثنا منصوب. دقت دادید؟ امرا برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه مستثنا است. درس امروزه ما و شما. دقت دادید؟ پس این بود حالت یکم را صاحب کتاب به همین دو مثال به آخر رسانید. یکم مثالش قام القوم الا زیدن، دوم مثالش خرج الناس الا امرا. هر دوش هم زیدن امرا منصوبه. برای چی؟ به خاطر اینکه مستثنا است و جمله تام موجب است، برای همین خاطر منصوب خواندن در این صورت واجبه، باید منصوبش بخونیم، یا وجه جایز است. این یکم بود. میگذره در دوم قسمی استثناء با الا. میگه که و ان کان الکلام منفیا تاما، اگر کلام منفی تام باشد. منفی را گفتیم چی است؟ تام را گفتیم چی است؟ منفی یکی نفی داشت، مثلا ما، یا مثلا شبه نفی، مثلا استفهام و نهی، این چیزها باشد. میگه اگر کلام منفی تام باشد، این کان الکلام منفیا تاما جاز فیه البدل، در اون جایز است چی؟ بدل. جایز است که بدلش بخونیم. ما جاء الطلاب الا زیدون، این بدل شد. و النصب علی الاستثناء، جایز است که نصبش بخونیم. نصب بر استثناء است. مثلا ما جاء الطلاب الا زیدن، این دو وجه جایز است. در این صورت دو وجه جایز است. خود صاحب کتاب اکنون مثال میارد، میگه نحو قولیک، مانند سخن تو ای طالب علم وقتی که میگویی که ما قام القوم الا زیدون، نخست قوم مگر اینکه زید، یعنی زید خست قوم نخست. پس زیدون در اینجا بدل شد. ما قام القوم، قوم در اینجا فاعل قامه است، الا اداه استثناء است، زیدون در اینجا بدل است. و مثل این الا ما جاء الطلاب الا زیدون، ما گفتیم بدل است. بدل از چی است؟ بدل از طلاب است. در اینجا در زیدون بدل از قوم است. بدل از چی است؟ بدل از قوم است. بدل چی است؟ بدل بعض من کل، بدل جزء من کل یا بعض من کل. یا میگه جایز است بگویی که و الا زیدن، و الا زیدن. و الا زیدن گفتی در این صورت چی است؟ و الا زیدن نصبش کی خواندی؟ در این صورت منصوب است علی الاستثناء. یعنی زیدن برای چی منصوب شد؟ به خاطر آنه که مستثنا است. به خاطر آنه که اینجا مستثنا است. این دویم قسم بود. دویم قسم به آخر رسانید. مثلا یک مثال دیگر میارم تا اینکه در مسئله بدل فهموتر شود. دقت بتید. مثلا من میگویم که رأیتو القوم، یا ما رأیتو القوم الا مثلا زید. رأیت القوم الا زیدن. دقت دادید؟ ندیدم ما رأیتو، ندیدم قوم رو مگر اینکه زید را، الا زیدن. پس در این صورت باز فکر نکنید که زیدن میشود به مثل زیدون بگوی که ما رأیت القوم الا زیدون. نه، جایز نیست. چرا؟ زیرا که زید بدل است. در اینجا بدل از مرفوع که است، برای خاطر مرفوعش میگیم.
در اینجا زیدن بدل از قوم است، قوما منصوب است. پس ما رأیت القوم الا زیدن، میگیم زیدن دو اعراب دارد، یا منصوب است علی البدل، بدل از قوم است، یا میگیم که منصوب است بر استثناء، همچون استثناء منصوب است. یعنی در هر دو صورت زیدن خوانده می شود، اما در اعراب وقتی بیان کردن یا میگوی بدل است یا میگوی مستثنا است، یک تاش رو میگوی، اما در حرکت هر دو صورتش ما رأیت القوم الا زیدن می شود. زیدون گفتن در اینجا جایز نیست، یعنی که بدل از قوم است، قوم منصوب است. در اینجا ما جاء الطلاب الا زیدن الا زیدون دو وجه جایز است. برای چی؟ اگر بدل بگیری مرفوع می شود، اگر که مستثنا بگیری منصوب می شود. دقت دادید؟ و دویم قسم به آخر رسید و سوم قسم میگیرد، میگه و این کان الکلام ناقصا، اگر میگه کلام ناقص باشد، چطور گفتم ناقص یا مفرقش میگوین، کان علی حسب العوامل، انا اکنون در این صورت میگه حسب عوامل ما چیکار میکنیم؟ اعرابش میکنیم. نحو قولک، مانند سخن تو میگوی که ما قام الا زیدون، ما نافیه، قام فعل ماضی، الا ادات استثناء ملغاته میگوین، زیدون چی است؟ فاعل قامه. و مثل این ما جاء الا زیدون، هر یک چیز است. زیدون فاعل چی است؟ فاعل جاء. الا چی است؟ الا ملغاته. الا را چی میگن؟ الا ملغاته. دقت بتید، الا ملغاته، الا ملغاته، الا ملغاته، الا ملغاته، الا ملغاتش میگویند. بعد از این میگوید که نحو قولک ما قام الا زیدون، یعنی نخست مگر اینکه زید، زیدون در اینجا اعرابش چیه؟ فاعل است، فاعل قامه، پس الا در اینجا ملغاته است. بعد از این میگه که و ما ضربت الا زیدن، و ما نافیه، ضربت فعل و فاعل، الا ادات استثناء ملغاته. زیدن چی است؟ در اینجا باز نگید الا زیدن آمد اکنون مستثنا است، نه، ضربت متعدی است، مفعول به طلب میکند. مفعول بهش که جدا است، انمی زیدن مفعول به ضربت است. پس الا در اینجا ملغاته است، به مثل این ملغاته، الا ملغاته. و ما مررت الا بزیدین، و ما مررت الا بزیدین، و ما نافیه، مررت فعل و فاعل، الا ادات استثناء ملغاته، بزیدین جار و مجرور. دقت دادید؟ در این سه صورت مثالی که آورد هر سجده الا ملغاته را آورد، زیرا که کلام چی بود؟ ناقص بود، یا مستثنا مفرق که بود، حسب عوامل گفت انا همین طور گفت چیکارش میکنی؟ اعرابش میکنی. دقت دادید؟ پس ما الا را به آخر رسانیدیم. از این مستثناها مشکل ترینش الا که بود، الا به آخر رسید. بعد از این درباره مستثنا به غیر صحبت میکند. مستثنا به غیر چی طور میشود؟ میگوید که والمستثنا بغیر و سوا و سوا و سوا مجرور لا غیر. این مثال من میستد، زیرا که برای ما حالا این لازم است. میگوید که مستثنا اگر میخواهی که به غیر بکنی، غیر یک تا، سوا دو تا، سوا سه تا، سوا چهار تا، بر این چهار تا اگر استثنا بکنی مجرور است و لا غیر. مجرور میخونی، دیدید؟ مجرور، فقط مجرور میخونی. پس میگوی حضر الطلاب غیر زیدین. اکنون کلمه غیر را در الا، همین جایی که الا کی هست در همون جا بمونید. در جایی که الا هست در همون جایها چیکار کنید؟ زید را بمونید. مثلا بگید که در نصب جاء الطلاب، الا را غیر بمونید، بگید شود غیر زیدین، مجرور میخونیم. غیره منصوب است علی الاستثناء، به خاطر اینکه ادات استثناء است. زیدین چی است؟ زیدین مجرور است به خاطر اینکه مضاف الیه، با غیر مضاف می شود، زیدین مضاف الیه. ما جاء الطلاب، پس میتونید بگید که غیرو زیدین، غیرو که گفتید غیرو بدل از طلاب می شود، چطور که زیدون بدل بود. یا میتونید بگید که ما جاء الطلاب غیر زیدین، غیره که گفتید منصوب است علی الاستثناء. دقت دادید؟ ما رأیت القوم
غیر زیدین. غیر در اینجا دو اعراب کرده میتونید. چطوره که زیدن دو اعراب کرده میتونید؟ اما فقط منصوب میخونید، لیکن اعرابش دو تا، یا بدل میگویید یا نصب علی الاستثناش میگویید. دقت دادید؟ پس این هست مسئله غیر. بعد از غیر چی میشود؟ مجرور میشود. بعد از غیر مجرور میشود. اما در ناقص چی؟ واسه ما تام موجب بیان کردیم. در اینجا فقط اعراب آخری این زید را در غیر بتید. در اینجا در غیر منصوب است، بگید غیره، غیره زیدین. در اینجا اگر بدل بگیریم مرفوع است، بگید ما جاء طلابو غیرو. اعراب این را در قبل بتید، در غیر بتید، بگید غیرو زیدین. زیدین در همه صورت مجرور می شود. در اینجا چیکار میکنه؟ در اینجا میگید که ما جاء اگر که فاعل طلب میکند میگید غیرو، برای غیرو فاعل است، اعرابی را میتیمش، بگیم غیرو زیدین. دقت دادید؟ اگر و ما ضربتو در جای الا غیره بونه چی میگیم؟ غیره زیدین. دقت دادید؟ غیره مفعول به می شود. در این صورت غیره چی می شود؟ مفعول به. منصوب است به خاطر اینکه مفعول به است. و زیدن در همه اینها بعد غیر، بعد سوا و سوا و سوا، چهار کلمه را بعدش اگر که اینها به معنای استثناء باشند، در کجایی که دیدید شما بعدش مجرور بخوانید، به خاطر اینکه مضاف الیه هست. نه که سوا به معنای غیر باشد، زیرا که سواء علیهم انذرتهم در قرآن اومده است به معنای چی است؟ به معنای مساوی است، برابر است، یا فرق ندارد برای اونها. به این معنا باشد. اگر این در این صورت ما با اون از ادات استثناء نیست، اون از دیگر مسئله هست. خب این بود در مسئله غیر. با همین مسئله غیر هم با اخواتش خلاص شد. میگذاریم در مسئله مستثنا به خلا و عدا و حاشا. در مسئله خلا دو اعراب خواندنش جایز است، دقت بتید. میگوید که والمستثنا به خلا و عدا و حاشا یجوز نصبه و جره. جایز است که نصبش بخونیم، چطور خلا زیدن گفتیم، و جایز است که جرش بخونیم، چطور گفتیم خلا زیدین. دو و جایز است. چرا جایز است؟ حالا بیان میکند، اما این به تفصیل بیان نمیکند. چطور گفتیم که خلا زیدن، اگر خلا که زیدن که گفتیم، پس ما خلا را فعل ماضی گفتیم که دربارش اختلاف است. فعل ماضی میگن، بعضی میگن که حرف جر است به معنای استثناء، اما بعضی میگن که نه، این فعل ماضی است. خلا، عدا، حاشا فعل ماضی است. میگن فعل ماضی که باشد زیدن مفعول به فعل این ماضی میشود. فاعل چه میگه؟ ضمیر مستتر تقدیرا، ضمیر مستتر وجوبا، تقدیر هو. فاعل شه هو میگیره، واجب است که پنهان شود. زیدن مفعول به خلا میشود. دقت دادید؟ این یک مسئله. مسئله دوم خلا زیدین، اگر کسره بخونیم خلا را گفتیم و حرف جر به مثل فی میم به معنای استثناء است و زیدین اسم مجرور است. یعنی میگیم حرف جر زیدین اسم مجرور. مانند مثال میارد، میگن نحو قولک، مانند سخن تو که میگویی که قام القوم خلا زیدن. در این صورت زیدن چی شد؟ مفعول به خلا شد. خلا را فعل ماضی گرفت. و زیدین، یا مثال اثر میخونیم قام القوم خلا زیدین. در این صورت خلا حرف جر شد. خلا حرف چی شد؟ حرف جر. از این حساب زیدین اسم مجرور شد. وعد امرن و عمرین. وعدا مثلا قام القوم عدا امرن. عدا امرن، عدا را در اینجا چی گرفت؟ فعل ماضی گرفت. امرن چی می شود؟ مفعول به عدا. و امرین یا قام القوم عدا امرین. در این صورت عدا را چی گرفت؟ حرف جر گرفت و امرین گفت. بعد از این و حاشا بکرن، یعنی قام القوم حاشا بکرن، خست قوم مگر اینکه بکر. در اینجا فقط مگر ترجمهش کرد، زیرا که همش به معنای استثناء است. و حاشا بکرن قام القوم حاشا بکرن، یعنی قوم خست مگر اینکه بکر نخست. پس حاشا در اینجا بکرن که گفت، حاشا را فعل ماضی گرفت. بکرن را چی گرفت؟ مفعول به حاشا گرفت. مفعول به گفتیم که منصوب می شود.
یا میگوید که بکرین و بکرین. در این صورت جمله اینطور میشود که قام القوم حاشا بکرین. در این صورت حاشا را چی گرفت؟ حرف جر گرفت. بخاطر اینکه بکرین رو بعدش مجرور خوند، در این صورت حرف جر میشد، بکرین اسمی مجرور میشود. دقت دادید؟ اما یک مسئله دیگر، در پیش از خلا و عدا و حاشا اگر ما بیاید، ما خلا، ما عدا، ما حاشا، اگر اینطوری هم ما بیاد، او ما را ما مصدریش میگن. این خلا و عدا و حاشا در این صورت فعل ماضی است و بس، حرف جر شده نمیتواند. اگر ما داشته باشد، اگر ما نداشته باشد، چطوری که در مثال خوندیم خلا عدا حاشا به ما باشد، در این صورت دو وجه خواندن جایز است. دقت دادید؟ زیرا که ما درآمد خلا حتما فعل ماضی می شود، در اون صورت دیگه حرف جر شده نمیتواند. پس این بود مسئله استثناء. در مسئله مستثنا همچنین با تفصیل صحبت کردیم. یک چیز دیگر هم میگیم، به همین درس رو به آخر میرسونیم. حضر الطلاب الا زیدن. زیدن مستثنا هست نامش. الا یا غیر یا خلا، اینا رو همش بگید که ادوات استثناء نام دارد. طلابو پیش از الا چیزی که میآید اون رو بگویید که مستثنا منهو است. مستثنا منهو نامش چی است؟ مستثنا منهو. و مستثنا همچنین با دو قسم دیگر تقسیم می شود. منقطع و متصلش میگن. منقطع و متصل. متصل انا همین مثالی که حالا میبینید متصل است. یعنی چی؟ یعنی حضر الطلاب الا زیدن، زید یک قسمی از طلاب است. یعنی زید هم همچنین شاگرد است، طلبه است، در مکتب میخواند. پس در این صورت میگید که مستثنا متصل است. متصل است یعنی یک جزئی مستثنا منهو است. اما یک مثال دیگر میاریم، دقت بتید. مثلا یک آدم میگوید که اینجا در نوشته کنم، مثلا جاء القوم، ببینید جاء القوم الا آمدن قوم مگر اینکه دقت بتید حمار. دیدید؟ آمد قوم مگر اینکه حمار. اکنون در این مسئله که حالا بیان کردم، ماجا در این مسئله، در مسئله دویم هست، منفی تام باشد، به مثل اینه، به مثل منفی تام. در اولش ما را بمونیم تا اینکه دلالت به منفی تام بکند. دقت بتید. ما جاء القوم الا حمار. دقت بتید. در این مسئله اینجا در اون مثالی که گفتیم، در اینجا استثناء متصل است، در اینجا متصل است، اون مسئله در اینجا نبود، در اینجا است. ما جاء الطلاب الا زیدون. اگر که میگد مستثنا متصل باشد، یعنی که زید از قسم طلبه هست، بله. وقتی که متصل باشد دو وجه خواندن جایز است. دقت دادید؟ متصل باشد دو وجه خواندن جایز است. اما اگر که منقطع باشد، این رو میگن منقطع. چرا؟ زیرا که نیامد قوم مگر اینکه خر از قسم قوم نیست. قوم یک مثلا 100 آدم 200 آدم یک قومه، اما خر آدم نیست، خر از حیوان است. در این صورت میگویند که این مستثنای منقطع هست. در مستثنای منقطع در نزد حجازی ها، در نزد جمهوری از عالم ها فقط نصب خوانده می شود و بس، بدل خوانده نمی شود. چطور در اینجا گفتیم بدل می شود؟ ما جاء الطلاب الا زیدون یا زیدن. در اینجا جایز نیست که بگوی ما جاء القوم الا حمارون، بگوی بدل از قوم است. نه، جایز نیست. در نزد کی؟ در نزد حجازی ها جایز نیست. اما در نزد بعضی از قوم عرب اجازتش میتید، میگه که جایز است، ممکن است که بدلش بخونی یا نصبش بخونی. بعضی هاشون
اجازه دادگی است. بعضیشون چیکار کردگیان؟ اجازه دادگی هستند. دقت دادید؟ اما قوم جمهور نزد حجازی‌ها انا همین است که جایز نیست. درست نیست که ایرا بدل بگیریم. اگر که استثناء چند منفی تام باشد اما منقطع باشد، مستثنا منقطع باشد، فقط نصب است و بس، بدل جایز نیست. اگر که جمله منفی تام باشد و مستثنا متصل باشد، در این صورت دو وجه جایز است. دقت دادید؟ دو وجه در این صورت جایز است. با همین مستثنا با آخر رسید. با همین الحمدلله باب مستثنا را با آخر رساندیم. میگذاریم و هفتم استثنا را با آخر رسانیدیم. هفتم منصوبات را میگذاریم به هشتمین جایی که اسم منصوب است. اینجا را پاک کنیم تا اینکه بنویسیم این هشتمین جا چی است. پس ما و شما هفت منصوبات را خواندیم. یکم مفعول به، دوم مصدر، سیوم ظرف زمان، چهارم ظرف مکان، پنجم حال، ششم تمیز، هفتم مستثنا. اکنون میخوانیم هشتم جایی که اسم منصوب می شود. اون کدام است؟ هشتم جایی که اسم منصوب می شود. صاحب کتاب میگه که باب الله. اون هشتم جایی که اسم منصوب می شود باب الله هست. لا. این کدام لا است؟ ما در زبان عربی چند تا لا داریم. این کدام لا است؟ این لا را نامش لای نافیه للجنسش میگن. نامش چی است؟ لای نافیه للجنس. این لای نافیه للجنس به مثل اینه و اخواتش عمل میکند، اما به شرط. به مثل اینه اسمش منصوب میشود، خبرش مرفوع میشود، اما به شرط است. حالا میخوانیم ببینید. مثلا یک کس میگوید که لا. ببینید لا، این لا لای چی است؟ نافیه للجنس. لا رجل فی الدار. دقت دادید؟ لا رجل فی الدار. لا رجل فی الدار. رجل میخونیمش. چرا؟ میذاریم که لا نافیه للجنس مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب عمل دارد. عملش همین است که رجل را مبنی کرد علی ما ینسب به. مبنی کرد بر آنچه که منصوب می شود. مفرد منصوب می شود بر فتح، پس مبنی بر فتحش کرد. پس میگه که رجل مبنی علی الفتح فی محل نصب اسم الله. فی الدار جار و مجرور متعلق به کائنون خبر الله. به مثل چی شد؟ به مثل اینه. دقت دادید؟ پس ما درس حاضره ما در مثلا همین لای نافیه للجنس صحبت میکند. بیایید ببینیم صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که اعلم ان لا تنصب النکرات، یکم شرط، بغیر تنوین، دویم شرط، اذا باشرت النکیرة، سیوم شرط، ولم تتکرر لا، چهارم شرط. پس این لای نافیه للجنس با 4 شرط عمل میکند. حاضر میبینیم یک تا در اینجا اون شرطاش چی است. ببینید چی میگه. میگه که اعلم لا ان لا نافیه، نامش لای نافیه للجنس است. هر آینه لای نافیه للجنس تنصب النکرات. رجل را منصوب مبنی علی النصب کرد، منصوب مبنی علی الفتح فی محل نصب منصوب کرد. بله. آیا رجل معرفه است یا نکیره؟ نکیره است، زیرا که الرجل نیست، رجله نکیره است. دقت دادید؟ این یکم شرطش. پس در اینجا هست. دویم شرطش بغیر تنوین. رجلن گفته تنوین دادن جایز نیست. مثلا یک آدم اگر این را بگه چی میگه؟ میگه که این نه
رجلن. رجلن. ببینید رجلن. این رجلن با تنوین میخوند، اما اینجا تنوین دادن جایز نیست، ممکن است تنوینش بتیر، زیرا که مبنی علی الفتح هست. دقت داده؟ مبنی علی الفتح هست. دویم شرطش، یکمش که نکیره باشد، دویمش تنوین قبول نمیکند. اسم الله اذا باشرت النکرة. سوم شرطش باید پیوست باشد به نکیره. دیدید؟ لا نافیه للجنس نکیره، هر دوش برابر هستند، چسبیدگی هستند، بینشون دیگه کلمه دیگر نداره اومده است. مثلا مثال دیگر می نویسیم، لا، این پایان حذف کنم، ببینید لا فی الدار رجل. ببینید لا فی الداری در این صورت چی میگیم؟ قاعده ما را شکستن. لا فی الداری رجلون. چرا؟ زیرا که لا نافیه للجنس در لا نچسبید، در اصل نافیه للجنس نمیگیم، در این صورت لا نافیه خالی است، جنس ندارد، لا نافیه است. زیرا اینکه در نکیره نچسبید. چرا که در اینجا چسبیدگی است، در اینجا بینشون فی الداری است، فاصله شد بینشون. دقت دادید؟ ولم تتکرر لا، همچنین لا میگه تکرار شدگی نباشد. یعنی چی؟ یعنی لا رجل فی الداری، مثلا با میگوی که ولا امرأة، ولا امرأة، مثلا امرأة. ببین لا تکرار شد، این یک تلا، این یک لا تکرار شد، در این صورت حکمش دیگر می شود. دقت دادید؟ در این صورت حکمش دیگر می شود. از این حساب صاحب کتاب مثال زد، نحو لا رجل فی الداری. لا رجل فی الداری. لا نافیه للجنس، رجل اسم لا مبنی علی الفتح فی محل نصب، فی الداری جار و مجرور متعلق به کائنون. خبری چی است؟ خبری لا، خبری لا نافیه للجنس. اکنون میگه که فإن لم تباشرها، اما اگر مباشر نیاید، لا فی الداری رجلون، مباشر نیاید، وجب الرفع، واجب است که رفع بخونیم. رجلون دیگر رجلون نمیگیم، رجلون، به خاطر اونه که مباشر چسبیدگی نیست بین لا نافیه للجنس، بین نکیره، بین اسمش. از این حساب میگه وجب الرفع، واجب است که مرفوعش بخونیم، واجب است مرفوع خوندن. و وجب تکرار لا، و واجب است که لا را تکرار کنیم. چی بگیم؟ بگیم که لا فی الدار رجلون و لا امرأتون. ببینید امرأتون، در این صورت امرأتون، در این صورت میگه تکرار کردن لا واجب است. این مذهب صاحب کتاب است، اما تکرارش واجب نیست در نزد بعضی از علما. دیگر اگر که فاصله کی آمد خلاص مرفوعش میخونیم خلاص. اما صاحب کتاب میگه واجب است تکرارش، مذهب این است. اما بگیم قول یک قول تنها نیست، بعضی قول هست که میگه واجب نیست تکرارش. فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب تکرار لا، چطور که بیان کردیم. نحو لا فی الدار رجل ولا امرأة. لا فی الدار رجل ولا امرأة. دقت دادید؟ در این صورت حکمش بیرون شد. اکنون میگوید و ان تکررت لا، اگر که لا تکرار شود، اینجا را دقت بتید. و ان تکررت لا، یا این بیستد. ببینید و ان تکررت لا جاز اعمالها و الغاؤها، جایز است اعمالش، عمل دادنش. ببین در اینجا، حالا پیشتر ما تا اینجا را صحبت میکردیم، لا رجل فی الداری تکرار شدگی نبود. اگر که میگه لا تکرار شود این طور، دو حکم دارد. جایز است اعمالش، اعمالش یعنی عمل دادنش، عمل دادنش یعنی که انا می طور خواندن لا رجل فی الداری ولا امرأة، ولا امرأة. دقت دادید؟ هر دوش مبنی علی فتح فی محل نصبش میگیم. خب
جزء اعمالها معناش همین است، عمل دادنش. پس عمل کرد، کار کرد بالای این ده. و الغاؤها میشه با ببندیمش، بگیم نه تو لا کار نکن، تو کارت برای ما در کار نیست. اگر که لا را چکار کنیم؟ الغا کنیم. میگیم که لا رجلون فی الدار ولا امرأتون. این دویم وجه است. دقت دادید؟ این وجه دویم است. لا رجلون فی الدار ولا امرأتون. در این صورت چکار کردیم ما؟ در این صورت لا نافیه للجنس نمیگیم، لا نافیه است و بس، رجلون مبتدا است و فی الداری جار و مجرور متعلق به کائنون خبر است. ولا واو عاطفه لا نافیه است و امرأتون عطف در جای رجلون هست. دقت دادید؟ پس در این صورت مبتدا شد دیگه، اسم لا و خبر لا دیگه خبری از اینها نیست. میگه فانشی تقولت لا رجل فی الدار ولا امرأة، در این صورت عملش دادیم، لا رجل فی الدار ولا امرأة. دویمش و انشی تقولت لا رجل فی الدار ولا امرأتون، دقت دادید؟ در این صورت ما عملش ندادیم. پس این بود مسئله لا. در مسئله لا دو کلمه را میخواهم به سمتون برسانم، یک تاش را تفصیل داده، یک تاش را مختصرا. دقت بتید اون دو کلمه چی است؟ اون دو کلمه یکم ما و شما هر روز میگویم چی؟ لا اله الا الله دقت دادید؟ لا اله الا الله. الا الله چی است؟ لا نافیه للجنس است. اله چی است؟ اله به مثل رجل اسم این لا عمل کرده سای. اله اسم لا است. از کجا فهمیدیم؟ از اونه که اسمش چی است؟ نکیره است. ما گفتیم در نکیره عمل میکنه. 4 شرط دقت دید. یکم نکیره است، دوم تنوین نداده، سوم چسبیدگی است، چهارم لا تکرار نشده است. دقت دادید؟ 4 تا شرط در اینجا هست. لا اله لا نافیه للجنس، اله اسم لا مبنی علی الفتح فی محل نصب. الا را در اینجا چی میگیم؟ پیشتر خوندیم. الا در اینجا ملغاته می شود. چرا؟ زیرا که در اینجا نفی است، شبه نفی است. یا لا نافیه للجنس است، نفی است. الا در اینجا ملغاته می شود. بعد الا الله میگیم. الا الله. این الا الله چی است؟ می شود الله را خبر الا بگیم؟ نه، ممکن نیست. چرا؟ زیرا که ما گفتیم که لا در نکیره ها عمل میکند، لا در معرفه عمل نمیکند. الله لفظ جلاله معرفه است، این خبر لا شدن نمیتواند. پس خبر لا در کجا است؟ خبر لا محذوف است. اصلش چی است؟ حقون. دقت دادید؟ لا اله حقون خبر لا، اله اسم لا، حقون خبر لا. الا اداتی استثناء ملغاته و الله ملغاته، یعنی ملغاته است و اما معنا دارد، بگم زیادی نیست. الله میگم برای حصر آمدگی است. الله برای چی است؟ برای چی مرفوعش خوندیم؟ برای اینکه بدل حقون است. الله را چی میگیم؟ بدلش میگیم. دقت دادید؟ پس این طور اعراب درست این است. اما بعضی طایفه ها از هر کسی شنید بگه که لا اله موجودون بگد، اگر بدانید که اون انسان مخالف قاعده عربی و مخالف اعتقاد اهل سنت و مخالف اعتقاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبت کردگی است. زیرا که لا اله موجودون هیچ معنی ندارد. لا اله حقون معناش درست سالم است، چطوری که الله خودش در سوره حج به این اشاره کردگی است. لا اله الا الله. الله اکنون بدل از چی شد؟ از خبر الهی که محذوفه بود در اینجا. این یک مسئله، این به تفصیل بود، چطوری که بیانش کردم. لا نافیه للجنس، اله اسم لا مبنی علی الفتح فی محل نصب، الا ادات استثناء ملغاته،
الله بدل از خبر لا محذوفه، خبر لا چی است؟ حقون است. حقون دید؟ یکم که باید ما نکره بریم، الحق بریم نمی شود. حقون باید نکره باشد، زیرا که الا در نکره ها عمل میکند، در معرفه شد عمل نمی کند. در معرفه چی کار نمی کند؟ عمل نمی کند. خب مسئله دوم، مسئله تکرار لا است. تکرار لا است. دقت بتید. مثلا ما شما بیرم بسیار میگیم لا حول، لا حول و لا قوة ولا قوة، لا حول ولا قوة. دقت دادید؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خب دقت بتید. لا چی است؟ نافیه للجنس است. حول چی است؟ حول اسم الله است. اله، رجل، ترتیب به مثل همین. ولا قوة چی است؟ اسم الله است. دقت دادید؟ هر دو اسم الله است، مبنی علی الفتح فی محل نصبش میگیم. اگر در همین جا حول را ما دو حرکت خوانده میتونیم و قوت را برای خود میگه در اینجا 5 نمود خواندن جایز است. 5 نمود. لا حول ولا قوة یک نمود شد. در دفترتون جدا جدا بنویسید، خوب است. لا حول ولا قوة این دویم شد. لا حول ولا قوة دو تا شد. سیومش لا حول ولا قوة تنوین قطعی. لا حول ولا قوة 3 نمود. تازه را چند تا خوندیم ما؟ 3 تا. اگر رفتو این رو لا حول، این رو ما بگیم که لا حولون عملش نتیم. این لا را بگیم لای نافیه نیست، لای نافیه للجنس نیست، لای نافیه است. میگیم لا حولون. در این صورت ما اجاره دو حق داریم بخونیم. یکی میتونیم بگیم لا حولن، یعنی حرکتی تو است. لا حولن، معذرت لا حولن جایز نیست. در اینجا دو حق داریم. یکیش که لا حولون، دقت دادید؟ لا حولون، یعنی لا حولون ولا قوتون. این یک وجه قطعی 3 تا و 4 تا شد. لا حولون ولا قوة یه حرکت. پس در اینجا لا را نافیه للجنس نگفتیم، در اینجا لا را نافیه للجنس گفتیم. برای همو با مثل این شد لا رجل لا اله، یعنی که مبنی علی الفتح فی محل نصب شد. دقت دادید؟ این هست مسئله لا. با همین مسئله لا را به آخر رسانیدیم. اما اینها چرا این طور جایز است؟ لا حول ولا قوة لا را عمل دادیم. لا حول ولا قوتن، اینجا در قوتن را نصب کردیم به محل لا. این خلاصه اش است. به محل لا منصوب که بودی را منصوب کردیم، قوتن گفتیم در محل واو عاطفه. این لا را عمل ندادیم و قوتن رو در محل حول عطفش کردیم. و قوتون که گفتیم واو عاطفه نمیگیریم و لا را لای نافیه میگیریم، نافیه الجنس نمیگیریم، شو قوتون رو مبتدا میگوییم. دقت دادید؟ این 3 اعرابی حوله باشد. اگر بگیم لا حولون، در این صورت لا را لای نافیه گفتیم، حولون را مبتدا میگیم. ولا قوته گفتیم، اگر در این صورت واو رو یا میشه بگیم لا واو عاطفه جمله بر جمله. لا چی است؟ نافیه للجنس است. قوته منصوب کرد به مثل لا اله، مبنی علی الفتحش کرد. اگر که بگیم والا قوتون، در این صورت هر لا ها را عمل ندادیم و گفتیم این لا نافیه است، لا نافیه للجنس نیست. حولون مبتدا، قوتون مبتدا، هر دوش مبتدا شد. دقت دادید؟ پس این هست خلاصش. اما با تفصیل شه ان شاء الله در قطر و در الفیه ابن مالک الله نصیب من کرد، اون جای ها با تفصیل خوانده می شود. با همین مسئله لا به آخر رسید. میگذاریم مسئله بعدی. پس ما و شما تا به حال 8 منصوبات را گرفتیم، نه؟ مفعول به 1 و مصدر 2
اسم زمان 3، اسم مکان 4 و حال 5، تمیز 6 و تمیز 6. بعد از این چی را گرفتیم؟ استثناء 7. بعد از این اسم الله 8. اسم الله هم چقدر که دیدید منصوب اومده ایستاده است و در مسئله لا هم با تفصیل صحبت کردیم. 8. نهمش تا میگذاریم. نهمش باب المنادا هست. باب چی است؟ باب منادا. نهم باب منادا است. پس اینجا را پاک میکنیم تا اینکه مسئله نهمی که در جای نهمی که اسم منصوب میشود اون را همچنین براتون به تفصیل بیان و واضح و روشن گردونده توانسته باشیم با عون و کمک الله تبارک و تعالی. دقت بتید. صاحب کتاب میگه که باب المنادا، باب در مسئله منادا صحبت میکند. منادا چی است؟ اولا یک مثال بیاریم. مثلا یک کس میگوید یا محمد، یا عبدالله. دقت داده؟ یا محمد، ای محمد. آخرش چی می آید؟ حرکت آخرش چی است؟ حرکت آخرش یا محمد. حرکت آخرش چی بودیم؟ موضوع درس ما است؟ نه، این محمد یا محمد اینجا موضوع درس ما نیست. یا محمدو، یا که موضوع درس ما است اما این مبنی است. دوم یا عبدالله. دقت دادید؟ این یا را یا ندا میگن، محمدو را منادا. یا را حرف ندا میگن، ادات ندا. عبدالله را منادا. از این حساب میگه که باب المنادا، باب در مسئله منادا صحبت میکند. باب در مسئله چی صحبت میکرده است؟ منادا. اکنون صاحب کتاب پیش از اونه که منادا را برای ما و شما بیان بکند راستکی میگذارد به تقسیمش میکند و برای ما و شما تقسیمات چه بیان میکند. منادا حرف ندا فقط یا نیست، چند تا هستن. یا است، ای هست، حیا است، چند دانه هستن. اما مشهورترینش الباب، چطوری که در مستثنا گفتیم الباب الا هست، در منادا الباب یا هست. یا محمد، ای محمد. یا عبدالله یعنی که ای عبدالله. فریاد میکنیم که ای عبدالله. پس این یا انم یا ندا است، یا فریاد. منادا اکنون بعد یا را میگن. بعد یا را چی میگن؟ منادا. خود این یا را یا آن چیزهایی که برای فریاد است اونها را ادواتی ندا میگن. ادوات. اکنون میگه که المنادا 5 انواع. منادا میگه همگی 5 نمود است، 5 نوع هست. المفرد العلم، یکمش مفرد علم هست. یک تا مثالش بنویسیم تا اینکه واضح شود. یکمش چی است؟ یکمش مفرد علم، مانند چی؟ یا محمدو. مثلا با تغییر میتیم، مثلا یا زیدو. در مسئله نحو زید و بکر بسیار به کار می رود. یا زیدو. دقت دادید؟ این چی بود؟ این مفرد علم، مفرد است، یک کلمه است، مضاف الیه نیست، مفرد علم. دویمش و نکرة المقصوده، یا نکره مقصوده باشد. به مانند چی؟ به مانند دویم، به مانند یا رجلو، یا رجلو. مثلا اغیثنی، یاردمم کن، کمکم کن، ای مرد کمکم کن. این را نکره مقصودش میگن. این نکره چی است؟ مقصود است. و سیومش و نکره غیر المقصودتی، نکره که غیر مقصوده باشد. مانند چی؟ سیوم مانند یا رجلن، این نکره چی است؟ نکره غیر مقصوده. یا رجلن. بعد از این چی است؟ بعد از این والمضاف باشد.
چهارم چی باشد؟ مضاف باشد. مانند چی؟ یا مثلا طالب العلمی، طالب العلمی، یا طالب العلمی، یا طالب العلمی. دقت داده اینجا مضاف است. یا مثلا یا عبدالله، یا عبدالرحمنی به مثل همین ها، یا نورالدینی، یا فضلالدینی، همه اینها مضاف شد. 4 تا شد. پنجمش والمشبه بالمضاف، مشبه به مضاف باشد. مانند چی؟ مانند مثلا یا طالبا یا طالبا للعلمی، یا مشهد بو که یا طالعا جبلا. اکنون دقت دید، همین 5 تا چی هستن؟ منادا هستن. اینها 2 حکم دارن، یا مبنی علی الضم یا منصوب. اکنون دقت بدید، یا زیدو اینجا مبنی علی الضم می شود، یا زیدو. یا رجلو مبنی علی الضم می شود. یا رجلا اینجا منصوب می شود، اینجا مبنی نیست دیگه، در دو تا مبنی است، در اینجا منصوب است. یا طالب العلمی، یا طالبا للعلمی، یا طالعا، دقت دادید، یا طالعا جبلا. اکنون اینها را یک تا بیان میکنیم. یا صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که 5 تاش بیان کرده. میگه که المناد 5 انواع، مناد 5 نمود است. المفرد العلم، مفرد علم، و مثلا خالد، زید، بکر، محمد، احمد، زینب، فاطمه، هند، همه اینا مفرد علم هستند. و نکره المقصوده، نکره مقصوده و مانند یا رجلو، یا ولدو، یا طالبو، یا عالمو مقصوده باشد، یعنی در پیش است میبینیشه، دیده استودیش میگه او ولد، نامش مثلا نمیدونی، یا ولد ای بچه. مثلا مرد است میگه یا رجلو ای مرد، فریادش میکنی. این نکره مقصوده است، وقتی اشاره میکنی مثلا دیده استودیش. یا که مثلا یک موی سفید میگه یا شیخو ای موی سفید، یا مثلا کمپیر یا عجوزو ای کمپیر پیرانسال. انا همین طور اینها چی هستند؟ مبنی علی الضم هستند. و نکره غیر المقصودتی، نکره غیر مقصوده است. ما نکره مقصوده داریم به مثل یا رجلو دیده سمش، یا امرأتو زن دیده سمش، یا که مثلا یا ولدو، یا شیخو، یا عجوزو، اینا دیده سم، اینا نکره مقصوده میگن، دیده فریادش کردی سی. و نکره غیر مقصوده با همین چیزها، مثلا در خانه شتگی هستی، یا آواز پا میشنوی که با پشت خانت میگذرد، بعد چی میگوی؟ میگوی یا رجل، یا رجلن، در این صورت منصوبش میخونی یا رجلن. این نکره غیر مقصوده است. یا که میگوی یا ولدن، این نکره غیر مقصوده است. دیدید؟ نکره غیر مقصوده یعنی ندیده سیشه، همین طور بگم آوازش شنیدی، یا که بگم یگان یا که همین طور فریاد کردی که یاردمت بکنن، مثلا در یک چقری افتیدگی هستی، یا رجلن بگوی یعنی هر مردی که باشد. وقتی بگوی یا رجلو، پس تو مرد رو دیده، اون مرد خچه فریاد کردی است. اگر دیده فریاد کنی این مقصوده است، نکره مقصوده. اگر ندیدم توکلی فریاد کنی این چی است؟ نکره غیر مقصوده است. و مضاف باشد، مضاف مثل عبدالله، یا عبدالله، یا عبدالرحمنی، یا نورالدینی، یا فضلالدینی، یا فضل الله، همه اینا چی هستند؟ مضاف هستند. و المشبه بالمضاف، یا مشبه به مضاف باشد، یا مشبه به مضاف باشد، مثل چی؟ یا طالبا للعلمی، یا طالبا للعلمی، یعنی که ای طلب کننده علم. این مشبه به چی است؟ به مضاف است. یا که مثلا یا طالعا جبلا، ای کسی که کوه را برآمده ایستادی، مثلا میگه یا طالعا جبلا،
احملنی معک، احملنی، مثلا مرا بردار بر بالای کو. دقت دادید؟ پس این چی می شود؟ مشبه با مضاف می شود. اکنون فاما المفرد العلم، اکنون بیان میکنه که حال این پنج چطور می شود. اما مفرد العلم یکمش و نکرة المقصودة دویمش، این دوتا و نکرة المقصودة، این دوتا چی بوده است؟ این دوتا دقت بتید، این دوتا را میگه حکمش فیبنیان علی الضم من غیر تنوین، مبنی علی الضم می شود، مبنی علی الضم. یا زیدو، زیدون بگوی غلط است، زیدن بگوی غلط است، زیدین بگوی غلط است، یا زیدو، حتی تنوینش به زیدون بگوی غلط است، باید بگوی یا زیدو، مبنی علی الضم بدون تنوین، تنوین نمیتیمش، اسم مفرد، اسم علم مفرد. و نکره مقصوده همچنین یا رجلو، یا رجلو، تنوین نمیتیمش. دقیقا این دوتا مبنی علی الضم می شود. سه تا باقی موندهش چی می شود؟ میگوید که نحو یا زیدو یا رجلو، یا زیدو یا رجلو، چطوری که بیانش کردیم، مبنی علی الضم است، فی محل نصبش میگید. یا حرف ندا زیدو مبنی علی الضم فی محل نصب منادا. یا رجلو، یا حرف ندا رجلو مبنی علی الضم فی محل نصب لانه منادا، منادا است، منادا باید منصوب باشد. درسی موضوع درس نهم جایی که اسم منصوب می شود. میگه و ثلاثه الباقیه، سه تا باقی موندهش، این سه تاش میگه منصوبه لا غیر، اینها منصوب می شود دیگه، اگه اون چیز دیگر میگه حق ندارید اینجا. این سه تا ده فقط تو میتونی که چیکارش بکنی؟ منصوبش بخونی. منصوب چطور میگه؟ یا رجلن، یا طالب العلمی، یا طالبن للعلمی، یا طالعن جبلن. دقت دادید؟ پس همین طور میگه منصوبش میخونی. ببین منصوب، 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 منصوب و منصوب، همش چی شد؟ منصوب شد. برای چی؟ به خاطر اینکه سه تا باقی مونده است. مانند میگه یا رجلن نوشتمش، یا عبداللهی، ما یا طالب العلمی را نوشتم، یا عبداللهی هم به مثل همین است، یا عبداللهی. یا طالعا جبلا، یا زیادی دیگر نست یا طالعا یا طالبا للعلمی، یا طالعا جبلا. دقت دادید؟ پس اینها هستند حالتهای منادا. پس در اینجا بیان میکنم این رو با درس به آخر میرسد. یا حرف ندا طالعا منادا منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. دقت دادید؟ جبلن چی است اعرابش؟ جبلن این را انشاءالله در قطر یا که در الفیه ابن مالک خونده می شود. طالعا اسم فاعل است، عمل فعلش می کند، فاعلش میگم ضمیر مستتر تقدیره هو، جبلا مفعول به طالعا هست. طالعا مفعول به چی است؟ جبلا است. یعنی که یا اصل کلام بگیم ادعوک یا من تطلع جبلا، تطلع جبلا، یعنی فریاد میکنم ای اون کسی که تو تطلع جبلا بالای کوه میشوی. تطلع جبلا، تطلع فعل مضارع فاعل ضمیر تقدیر هو، جبلا مفعول به تطلع. در اینجا همچنین جبلا مفعول به طالعا اسم فاعل عمل کردگی است، اسم فاعل به شرط عمل میکند. این را ان شاء الله بعدا خواهیم خواند، یا که اگر کتاب عوامل خواندیم عوامل رو در عوامل این مسئله و تفصیل میگذرد. خب این بود باب منادا. با همین درس امروزه من را به پایان میرسانیم و بعد از این المفعول من اجلهی است، یعنی دهمین جایی که اسم منصوب می شود، او را انشاءالله درس 15 خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در اینجا به پایان می رسانم و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی می سپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. امیدوار هستم که درس را فهمانده توانسته باشم و الله تبارک و تعالی برای ما و شما توفیق فهمیدن و توفیق دانستن و توفیق درک کردن را برای ما نصیب بگرداند، تا اینکه قرآن کلام الله تبارک و تعالی را
ما و شما بخونیم و بفهمیم که حق چی است و باطل چی است و سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو همچنین به این وسیله علم های وسایل ما میتونیم درست و سالم بفهمیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.